address by His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan. پیشنهاد می‌نماید که مجمع عمومی سازمان ملل متحد امکانیت اعلان نمودن سال بین المللی معرفت حقوق را مورد بررسی قرار دهد. ما از همه دولت‌های عضو دعوت می‌نماییم که به این تشبث همراه شوند و فرهنگ جهانی شفافیت و عدالت را تقویت بخشند. یک سال پیش من از این منبر پیشنهاد کردم که قطعنامه مخصوص سازمان ملل عاید به اعلان کردن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده مورد بررسی قرار داده شد. با گذشت 1 سال مسئله قبول چنین قطعنامه اهمیتی باز هم بیشتر پیدا نموده است.